با درود دوستان، سیاوش هستم از بلر بلاف در فلوریدا، در قسمت غرب فلوریدا، کنار خلیج مکزیک یا جدیداً قراره بشه خلیج آمریکا. به هر حال اینجا محله منی که زندگی میکنم خیلی جای بی سر صدا و جایی هستش که خیلی راحت زندگی میکنی بدون سر صدا. و اینجا کلن آپارتمان کامپلکس منه. فقط خواستم بهتون نشون بدم کجا دارم زندگی میکنم. دوستان برگشتم، مایه ماست رو به شیرم اضافه کردم اینجا الان یه چند دقیقه قبل و قراره بریزمش داخل این دوتا و این تا فردا باید آماده بشه. وقتی آماده شد 100% بهتون نشون خواهم داد که ماستم چجوری در اومده. و هر حال به آشپزخونه کوچولوی من خوش اومدی. خدافظ. میخوام برم برای قدم زدن تا جایی که میتونم براتون فیلم میگیرم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. این منم و این هم منم الان. این مسیری که من هر روز میرم برای قدم زدن، باید تا ته این کوچه برم، کوچه یا خیابون. به هر حال اینجا جاییه که من زندگی میکنم. اینم خونه هاشه، اینم خونه پشت خونه منه و اینم خونه منه. اونجا تقریبا دارم به ته کوچه میرسم. اینجا رو ببینید، اینجا خونهایی که تو نیبرهود منه. من از اینجا میام. ببینید اینجا یه خانم اومد از بغلم رد شد برای قدم زدن صبحش. چه خونه‌ای دیگه است. همینطور با من باشید دیگه. فعلا کم کم براتون فیلم میگیرم. رسیدیم ته کوچه. ببینید یه سری اونوری میرن، منم که قراره برم اینوری. خورشید میخواد طلوع کنه از اون گوشه ها. نور خورشید داره میاد بیرون. هنوز خورشید طلوع نکرده. دوباره برگشتم. اینجا ببینید خورشید میخواد طلوع کنه. یه مقدار خجالتی امروز داره میاد بالا. به صفاشو ببریم. جایی که من هر روز، این راهی که من هر روز از اینجا میرم، قدمم میزنم اول صبح که اکسرسایز هر روزم انجام داده بشه. تو میبینیم نیبرهودا خیلی آرامه. همه سرشون تو کار زندگی خودشون. خیلی زیباست اینجا. امنیت عالی، زیبا. این منطقه که نزدیک کنار آبه، قیمت ها یه مقدار بالاست و زندگی های یه مقدار متفاوت. اینجا یه چند تا کاندو هست که خصوصی
اجاره داده میشه و اینها همه اینجا زندگی میکنن. اینها بعد از ظهر میان بیرون اینجا میشینن و با هم قهوه میخورن، چایی میخورن، غذا میخورن. خیلی زیباست. این هم تقریبا داریم میرسیم طرف خیابونی که من باید برم کنار آب. هنوز با من باشید تا من اینجا رو رد کنم و ببینید کجا دارم میرم. اینم داخل این کوچه، من باید تا ته این کوچه دوباره برم. فعلا با من باشید تا ببینیم آخر این کوچه چی پیدا میشه. بای. دوباره برگشتم، اومدم ته این کوچه رسیدم. حالا باید تا اونجا، تا آخر این کوچه این ور برم دست چپ و از اونجا این خیابون اصلیه که میره کنار ساحل. همینطور با من باشید. اینجا رو هم بهتون نشون بدم. یه پیتزا فروشی معروفه، یه چینه، بهش میگن وست شور پیتزا. پیتزاهاش بد نیست ولی خیلی گرونه. اینجا میبینید همش کاندوه که مردم اینجا زندگی میکنن و اونم خیابون اصلی و یه پلازم اینجا هست دست چپ من. اینجا رو الان بهتون نشون میدم. همونجایی که خورشیدم داره میتابه اینجا یه پلاز هست، رستوران، چند تا بانکه. میبینید اینجا رو و خورشید که میبینید در حال طلوع و بالا رفتن. اینم این کانده هاست و راه قدم زدن به کنار ها. اینم ماشین شریف که الان رد میشه، پلیس. و اینجا این دوستمه، همیشه با سگش میاد قدم میزنیم. حالا میبرم جلوتر با سگم ماشین میشیم. الان سگش فهمید، داره نگاه میکنه، باشه خود خوشبش میکنم. این خانم هر روز میبینم اینجا. Good morning. Good morning. جونم. Hey, جونم. Hey. It's okay. This is my friend. I'm making some film and send it over to my family. They can see this. Oh, all So, righty. how are you? We are Good. fine. Good to see you again. Bye. و دیدید و این خانم دیگه هم داره میاد. اینا کارشون همینه، قدم میزنن که ساحل میرن و برمیان. حالا سعی میکنم بیشتر همین قدم زدن رو تا کنار ساحل بهتون نشون بدم. فعلا. Good morning. دوستان این قدمی که دارم میزنم اگر توجه کرده باشید، همینجوری که میرید بالا میبینید آب رو دست چپ من اون ور پل و اینم کانده های کنار آبه. حالا میبینید آب کجا. چی دارن این کانده رو درست میکنن، رونماییشو دارن، رنگ و این چیزا میذارن. خیلی گرونن این کانده چون کنار آبه. به هر حال هر کسی را زندگی خیش را با بودجه خیش میسازه. این آقا آردی رفته دوچرخه‌اش سوار شده و داره برمیگرده. اینجا سرعت مجاز 30 تا از بیشتر از دارن. همون شریفی که اینجا رد شد اینا رو میگیره و کم دوستان داریم میرسیم به آب. فعلا تا من برسم به آب دوستان دارم میرسم به نزدیک پل. اینجا هم یکی دوست دیگه هم با سگش. Good morning. How are you? اینجا هم آبه. اینم ساین اینجاست. میبینید داریم میرسیم. من معمولا این الان شریف دوباره اومد رفت اینجا، وای میسه که بره ماشینا رو اگر خلاف بکنم بگیره. و این پل تا آخرش اون ور پل که میرسی پایین
یه خیابون است، اون برای خیابونش میرسیم به کنار ساحل. ولی من امروز اونوری نمیرم، فقط اومدم که اینجا رو بهتون نشون بدم. ببینید چقدر زیباست اینها، اینجایی که هستم خیلی زیباست. Good morning, good morning. نگاه کنید، معمولا تا اینجا میام، اینجا هم یه موریناست. حالا قطع میکنم دوباره چون اینجا شریف هست نمیخوام بگیرم، ممکنه بگه آقا چه داریم. اینجا رسیدم به جایی که مردم با وانتاشون با کامیناشون میان اینجا قایقشون میارن و اون گوشه که اون تراک هست اونجا رو میگم، اونجا قایقاشون رو میندازن داخل آب و میرن برای تفریح. اینم از جایی که قدم زدم اومدم، اینم خورشیدی که میبینید، اینم کسایی که این دور و بر اینجا زندگی میکنن. اینجا خلیج مکزیک دیگه و اون خونه های اونوری که میبینین پشتش ساحل که مردم میرن برای تفریحش. من معمولا روزایی که کار دارم تا اونجا نمیرم، میام اینجا رو نگاه کنین، میام اینجا یه مقدار مدیتیشن میکنم، اینجا میام مدیتیشن میکنم و برمیگردم. دوستان دارم برمیگردم چون کار دارم، امروز کار مالیاتی دارم، صبح زود ساعت 9 صبح باید اونجا باشم. فقط خواستم سریع براتون یه کلیپی گرفته باشم و ببینید. جای بسیار زیباییه، آرامش داره، امنیت داره و خلاصه خوش اومدید به دنیای من. وقتتون بخیر. میخوام بهتون نشون بدم ماستم چجوری در اومده. ماستمو آماده کردم از دیروز که درست کرده بودم، میخوام درشون رو بردارم که ببینید چجوری شده. این ماست دوتاشون رو آوردم، الان باید درشون رو واز کنم. یه لحظه. بله دوستان، این اولین باره که من ماست رو دارم درست میکنم و بهتون نشون میدم. میخوام یه قاشق بردارم که ازش امتحان کنم و قاشق هم در راهه. از این اول دوستان این ماست منه، این یکی، اینم ماست دیگه، بسیار عالی، دقیقا شده اون ماستی که دلم میخواد. به هر حال درست کردنش بسیار ساده بود. به هر حال اولین کارامه. فعلا تا بعد.